السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. رحمت که ویدیوی ما رو تا آخر تماشا میکنید، کانال ما رو دستگیری میکنید. از همه شما منت دارم. ولاگ امروزه ما از خانه اپاجانم سر می شود. امروز اپاجانی من زادروز دارند، در حقشان یک دعای نیک میکنیم. دوستانی عزیز، ما این گوشت ها را برای جزه کردن آماده کردیم. اکنون نمک، پریپرا و مرچ، چارنی پیری زده 6 ساعت میمانیم دوستانی عزیز تا که گوشت آماده شود. اکنون دوستانی عزیز ما برای آش حاضر سبزی تازه میکنیم، ریزه میکنیم. باز دوستانی عزیز الیویه تیار کردیم، حاضر همش رو ریزه کرده میمانم تا مهمان ها آمدن آماده می شود. اکنون دوستانی عزیز 6 ساعت گذشت، گوشت ما آماده شد. اکنون ما با دیگ می اندازیم و حاضر کمتر می زیربانیم دوستانی عزیز. دوستانی عزیز ما در یک وقت هم جزه را کرد استادیم و هم آش را.
مهمان ها اگر بیایند ما اول جزه را میدهیم و بعد آش را میدهیم. دوستانی عزیز اکنون این زیربک آش رو کرده ایستاده ایم. کمتر دیگه وقت ماند. از مهمان ها آمدن را سر میکنند. گوشت هم آماده شد. اکنون آش رو هم دم میکنیم. دوستانی عزیز اپاجانا و خواهرکانی عزیز خوراک های ما آماده شد. اکنون در حق این اپاجانی من یک دعای نیک میکنیم. خدایا خداوندا 100 ساله گرداند این اپاجانی من را. آرزو هوسی فرزندکاشان را بینند. با کدام آرزوی عملی که خدا در دل داشته باشند جامعه عمل پوشاند. تن این خانه و دری که گرفتند خدایا خداوندا نصیب گرداند و با ما و شما هم خداوند رساند چون این خانه ها را. دوستانی عزیز در حق اپاجانی من یک دعای نیک گویید. نمین ویدیو را که تا آخر تماشا کردید اگر به شما پسند آمده باشد لایک و کامنتاری و پسند کردن را فراموش نکنید. همه تان را به خانه اپاجانی من تکلیف میکنم. بیایید دوستانی عزیز امروز این اپاجانی من زادروز دارند. اپاجانی عزیزی من باز یک بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.